ملت در هویت 22,000 زیر خاک ماند و در همین دهه 3,500 انسان زیر خاک ماند. بعد 72 چند سال همون اهالی برقرار شد خوشبختانه. برای همین بیا روزای گذشته کمک خفگیره به یاد نیاریم. مقصدم چی؟ امروز که دلیگاتی همچون مقصد از شناسایی با موضوعهای سیاحی است. برای سیاح ها همین چیز یک نازکی داره. برای همین صحبت باقی شامدی میگه مهربانی. مجموعه سلام احترام است. آبادی عموم و مملکت هم از رنج حلال و انتظام است. سلام و درودی به پایان خود را و مهمانان عالی قدر میرسانم و قدم مبارک شما را و ناحیه ایران خوش آمدید میگویم. افتخار تاجیکان این وحدت است. تاجیکستان سرزمینی ملت است. من وطن را دوست می‌دارم ز جان. خاک و سنگی تاجیکستان قیمت است. تاجیکم من از تباری مردمی با ننگ و آب. تاجیکم من میکنم از ملت خود افتخار. هر کجا که رفتم با یادی می هم بودم. با تو دارم ای وطن در روی عالم اعتبار. تاجیکم من همزبانی ملتی من تاجیکیست. در سخاوت به مثالم همتی من تاجیکیست. در وفاداری ندارم هیچ همتا در زمین. مهر می‌ورزم به عالم همتی من تاجیکیست. خوش آمدید مهمانان عزیز. سفری ما در بخش سیاحی از سیاحی فرهنگی تاریخی اصلا همین چیزی هست که از مبناهای تاریخی فرهنگی سیاح باید دیدن بکنه. شما اینجا ببینید مثلا کتاب‌های خیلی نادری دستخطها، مثلا این یکی قرآن است و بالا پوشش از پوست آهو این دستخط است که خیلی ارزش بلند داره. تفسیر قرآن مولانا شهر دوشنبه حضرت مولانا هست که این کتاب عبدالرحمن جامی شرح ملاکی با فرزندش به خاطر فرزندش همین کتاب چاپ کرده. اینم از پوست است. خب اینجا همش کتاب های نادر. این رحمتی پدری ما در دوره جنگ بزرگ وطنی اشتراک کرده. این دوره پیران سالیش. خب دادری عزیز سلام بر شما. خب این زیب زینت آرایش زنانه است. مثلا اینا را در پیش میکردن. این دستمانه ها هست. شما کینوی رستم و سهراب دیده بیسته؟ در یاد بیاره که رستم وقتی که سفر میکنه بازوبند میتیه آیلش میگه اگر پسر شد همین بازوبند به دستش ببند. من در یاد دارم در خوردیم تماشا کردم همین فیلم عیناً همین چیز است. شما در یاد داری؟ بعد میگیره در دستی سهراب است همین خیلی در یاد دارید همین چیز و از همین رستم میفهمد که این پسری من سهراب. برای من بسیار مقدس است. یعنی که همون گذشته همون بیاد میاریم اما سهراب رو خب این دستمانه حرفه است. مثلا این دستمانه رو بیم در سنت فرهنگ خودشون چه داره. خب این پیشبند ها
درباره تعریفش میگم ولی که کارشناس نیستم ولی ما اعتقادیم رو دعوت کردن اینا رو همش همین سنگای طبیعی هستن صحبت کردن در سنگای طبیعی هستن همه این هستن مختاری ها مهمان ها از کجا هست شما سنت کردید از مبری که از بریتانیا کبیر از هندوستان شما از کجا افتادم اینا را شما رو تقریبا این دو طرح از دهه نودی رشت این سه تگش از یک برادر از رشت گرفتن لیکن باید از کجا گرفته است من نمیدونم لیکن دو تاش از این سیمای کروش کبیر است این یک مهمانو رو میتونیم بینن مرحمت اینا ببینید This is Cyrus the Great. یک صورت میگیرن من باشد این دوره جوانیش باشد اکه نمیدونم رسیده فارسی؟ کدوم همین نظم گوش کنید همین کوزه را خونده میتونن من پریزش میکنم پریز را فارسی anyone who can read I will give him a prize کیست؟ ام کوره نه این کوزه چون من عاشق زاره بوده است نامعقل کرده That was so rude خری باوردی نیست؟ آفرین اینه طبیعت دیدی؟ کلاس خب خیلی دیگه این چیزا شما شمید ما استاد داریم با نام دریای سرخاب این از سرخاب ساختگی یک پاپوشی بسیار زیبا و عجایب نادری کودکانه اینا ببین چه خیلی عجایبه گویا که استاد ساخته باشه لیکن طبیعت ساخته است اگر استاد ساخته است از زمان دوره سنگین این من نمیدونم که این شما بسیار اکسپونات هایی که در ما هست شاید در موزه ملی نباشه من افتخار میکنم یکی من نمیتونم شد یک وقت لیتر شما بعدی چیزا رو از ما گفتیم من گفتم نمیتونم بلکه ما تو تک پروستو بودیم خب امیره کی میدونه که کدام حیوان هست؟ قشقلدق نه خیلی باز نه صدق نیست نه 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 موشوی نیست نه آه کی گفت دالا دیگه مرغات خورده گیره چی؟ This is meteorite the sky
سایدون مایدان بدن دونیم هزار سال پیش خبری آبگذاره که امروز ما وعده پیرود میگیم شلنگ هست این هم مردمی بله از این چیزی استفاده میشه مرحمت از رشت از منطقه دویابا دوداری عزیزم دستمون سیاره میره بیش؟ نه یک چیزی عجایی این چیز در رسانه هم یک برشیده بود و همین دستمانه را ما از استخوان جسد یک زن در چقور 2.5 متر پیدا کردیم از استخوان دست زن و در پهلوی زن جسدی استخوان مرد که رانی درازه رانی همون یک وجب از رانی من درازتر بود شما تصور بکنید من همون استخوان شماندم در پهلوی همون یک وجب دیگر درازتر بود هیچ نباشد دو 20 متر بلندی همون مردش بود و همین دستمانه در دست زن این نشانه از چی؟ یعنی گذشته های ما تا دوره اسلام زن همراه جواهرات زیب زینت آرایش زنانش دفن میکردن و پهلوی هم با مرد یعنی این شهادت از همون گفته های تاریخ هست که این واقعیت دارد تا دوره اسلام این چیز وجود داشت ملکه سرازمان یه مرحمت This part is the contemporary rationalistic. So today's خب هنرهایی که امروز مردم رستون زمین مثلا استوها، خانما، کاسبا، هنرمندا مثلا هنر آنهاست و یکی از موضوع ها است که درآمد ما از اینجا هست در بخش سیاحی چرا که وقتی که سیاح میبیاد از استخوان‌ها دیدن میکند مرکز هنرمندی از اینجا یک سه خریداری میکند و بالاتر میره اونجا ولی هوم استی داریم یعنی مهمانخانه برای قبول سیاح داریم پولش جای خواب میگیریم از اینجا میگیریم عسل داریم کمتر میچشانیمش مخفولش کشید منصوی عسل میفروشیم علف داروری داریم چای میکنیم میتیمش ای میگه علف داری ایو میفروشیم یعنی که سیاح لچ میکنیم میگیم خدا حافظ برای همین ما در هر بخش فعالیت کردیم مال میدان میریم آشنایی پیدا میکنیم یعنی این محصولات های هست که سیاح حتما از اینجا خریداری میکنه اون طرف محصولاتی که از پشم تیار شده تا این قسمت این طرف مثلا سوینیرها این طرف سوزنی ها امروز تاجیک‌ها در مقیاس بین الملل با همون هنری چکندوزی مشهوره یعنی که بیشتر سیاح ها میبیان به همین مردم شمال سوزنی میگن مردم قسمت ختلان چکن میگن مردم ما گلدوزی میگن گلدوزی اکنون بیاید کدمش محقولتر این برادر بله چکن شما ببینید الان نگاه کنید حالا نگاه کنید که من تفسیر میکنم چرا گلدوزی این خانمای ما بهوده گلدوزی نگفتن پیش از این که هنرمند این همین نقش بافره اول گل میکشه درست است؟ هیچ کسی را این کار کرده نمیتونه مخصوص دفتر داره هر یک ورقش یک نقش کشیده از آن جمله خواهرم مادری من این هنر داره ولی در خواهرم یک انقدر دفتره که نقشی همه گلها هست پیش از این که بدوزه اول نقش میکشه گل میکشه اینجا هومستی این باغ اکا میرزاشاه صدها نمود میوه داره
اینجا زور بده